یک استراحت کوتاه و دوباره تو کوچه اومدن من میریم که شام رو ادامه بدیم. کنم این رستورانی که غذا گرفتید رستوران خوبی نبوده. غذا اینم نپسندیدی ها، چون دو شب قبل اصلا ربطی نداره. من شاید باور نکنی نمیتونم بخورم. اولین آشپزی هست که میبینم نمیتونه. آشپزا معمولا تو پلی ان. باز که خب من قبلا هم گفتم دو شب قبل غذا نخورد، یعنی امیدوار بودم که حداقل دستپخت خودشو بخوره که دستپخت خودشو نخورد. ممکنه واقعا اصولا غذا کم بخوره و ممکنه که به خاطر استرسی که خودش داره، یا نه حالا حتما لزوما استرس، وقتی آدم خودش غذا درست میکنه بویی که به غذا به مشامش میاد باعث میشه که خیلی میلی به غذا نداشته باشه. الان فکر کنم که شاید مثلا به خاطر آدمای دور و برش، به حالت اینکه این مسابقه است، اینا تحت فشار، خوب نمیتونن غذا بخوره، به خاطر اینکه درسته که آدم لاغریه، ولی به نظر من اون مقدار غذایی که ایشون میخوره، با اینکه میگه اصلا ناهارم نخورده بوده، اون مقدار غذا از چیز غیر عادی کمه. واقعا این نخوردن تو من نگران میکنه. من فکر می‌کنم چیزی تو این ریخته بوده که نخورده. من به خدا نمیتونم. من دور خاموشه بگو راستش بگو. بس میکنه بوش آدم سیر میکنه. بحث بوش نیست. باور نمی‌کنم. امروز این داره اخوی چرا خسته شده حتما. نه اساس کشی خسته میکنه. قیافه بگیرم یه موقع حساب ببرید کم نمره ندید دیگه. نمیدونم حواسش کجا بود، ولی حواسش نبود به مهمونا. خیلی وقتا میشه آدم یه جایی میره که مشخصه که اون میزبان از اومدن مهمونا خوشحاله، ولی روش فشار اومده. آدم اونجا احساس راحتی نمیکنه، احساس میکنه شاید مگه نمی اومدم مثلا آدم راحت تر بود. خسته شده خسته که آره یه مقدار خسته هم شدم. فضا سنگینه کلا. نه سعی میکنم دیگه بخوام یه موزیکی، یه مرسی سعید فلانی. من احساس نمی‌کردم که مثلا خیلی میزبانی میکنه با من، خیلی حواسش به من هست. این احساسو نمیگرفتم از عباس. ناراحت بودم، نمیدونم راست میگی. پشیمون شده بودیم. نه پشیمون نشده بودم. نه خواستی برنامه رو کنسل کنی اصلا. نمیدونم چرا همه چی بد میاد برام. نمیدونم آقا این قاشق سته. خب یکی از قاشق‌ها نیست شده بود، پیداش نمی‌شد. 1 ساعت من گشتم. گفاره امروز خیلی ناراحت بودم، اولش خیلی ناراحت بودم، ولی الان حالم بهتره و نمیدونم. حتی من ست قاشق چنگالی که سر سفره می‌خواستم بذارم یه دونه از قاشق‌ها گم شد. خب آره این موضوع خیلی آدمو دست پاچه میکنه، به خاطر اینکه وقتی مهمون داری و نمیتونی یه قاشق متفاوت بذاری سر میز، بعد سرویس هم که تعدادش بیشتر نبوده که بتونه یه دونه دیگه بذاره. خلاصه گفت چقدر دنبال قاشقاش گشت، 1 ساعت داشته میگشت و خب بالاخره وقتشو گرفته. عصبی آدمو خورد میکنه، آدم عصبی میکنه. بعد تازه پیدا کرده خوشبختانه. 1 ساعت من گشتم پیداش نکردم. آخرش تو فکر کنم یه فیلم بردار برش بوده قایم کرده بوده ببینه تو چیکار میکنی فیلمتو بگیره. آره این داستان قاشق و اینا رو که تعریف کرد، من فکر کنم مثلا خود فیلم بردار قاشق قایم کرده که اذیتش بکنه بیشتر بتونه ازش بگیره. من به خاطر اذیتش کنم. ایده جالبیه. خونه خودت حالا جبران میکنیم. همش سوتی داره. بتونیم مسابقه بزنیم تو رکورد. هیچکی نمیتونه مثل من باشه. هیچکی دیگه خود لهجه صمد بود. صمد آقا بی تربیته. دیگه من نفهمیدم نگرفتم. خیلی سوتی داره. یکمی هم دلم براش سوخت البته، چون که کلا یه جوری کلا همیشه دلم برای آقاهای مجرد میسوزه. نمیدونم احساس میکنم تنهان. اول خیلی ناراحت بودم، الان خیلی خوشحالم. باور چرا ناراحت بودیم؟ نمیدونم همه چی به هم ریخته بود، این چیز جور در نمیومد. بعد شما هم اولش اومدید همه چایی خواستید، واقعا به هم ریختم. گفتم یه اشاره میدادی نداری نمیشه آقا اجازه بعد بیاد. من فکر چای رو نکردم، گفتم 2 روز چای خوردیم حالا وقت داریم برامون چای آماده. بعد سعی کرده بودم مثلا یه خورده استکانا گیلاس خوری ها رو یه جور تر، بعد همه چی دیدم خراب شد، چرا اینجوری شد میدونی؟ بعد خیلی خوب بود که حالا بعد آره الان خیلی خوشحالم. نگران نباش، خلاصه ممنون. خیلی الحمدلله گروه سخیرونه. دلم براش سوخت یکم، خیلی یعنی یکم نه، دلم براش سوخت. احساس کردم نمیدونم، احساس کردم
بهش فشار اومده، تحت فشار بوده. چه فشاری؟ فشار روحی. آها. خب من جمع کنم. مرسی. خواهش میکنم. مرسی، خیلی خوشمزه بود. نوشه جان. بسیار عالی. اشاره شما لطف کرد. مثلا من میزبان ما امشب خیلی خسته بود و خیلی حوصله مهمون نداشت و نمیدونم چرا، ولی انگار که میخواد زودتر تموم بشه. حسی که من ازش میگرفتم این بود که میخوام زودتر امشب تموم شه. با این استرسی که من درش میبینم باز خوب از پسش بر اومده، چون معلومه خیلی استرس داره. آقا عباس به عنوان میزبان به نظر من شاید یه کمی بیش از حد دست باچه است. من خودم از غذای اصلی خوشم نیومد، جدی میگم. من رولت گوشتم خیلی خوشمزه میشه، امروز اصلا خوب نشده. یه ذره این فشارها داره خودشو نشون میده الان که ما اینجا هستیم، ولی فقط باعث شد که من دلم براش بسوزه. آخه چقدر مهربون و دلرحم. دسر عباس آقا، آخرین بخش منیوشون ژله کاراملی. مرسی. نوشه جان بفرمایید. ژله کارامل. کاراملش کو؟ روش کارامله دیگه. روش؟ کارامل که صورتی دو لایه کارامل داره، 2 لایه ژله. این صورتیه چیه؟ ژله. روش استرابریه. این استرابریه. استرابری یه طعم استرابری میده. خب ژله است دیگه، یه مدل ژله. نه این ژله نه نیست. ژله این کارامله. کارامل نیست. من این کارامل نیست. بینش کارامله. بکنم. بینش کارامل. نه اونم کارامل نیست. پایینیه بکنم ژله طالبیه، سبزه، وسط کارامله، بالاییه. بخواین در هم میفته. دسرش خوب بود، خوشمزه بود، ولی کرامل نبود. کرامل نبود؟ کرامل نبود ولی خوب بود، خوشمزه. چی بود پس؟ وقتی بستنی رو با ژله بزنی اینجوری میشه. چی رو بستنی؟ بستنی رو با ژله بزنی اینجوری میشه. یا خامه رو با ژله. خامه داره داخلش. خامه رو با ژله بزنی. خامه نیست. کارامل نیست ولی این خامه، این ژله است. من مطمئنم این از این ژله نیست، اون زیریه ژله است. میدونم اون دو لایه زیریه ژله ژله. داره. اصلا مزه کارامل که نمیداد. چه ژله کارامل نبود. ببین زیر یه ژله سبزه. اوکی. آره این ژله، این یه کارامله، خب این دوباره یه ژله، خب این کارامله. پس چه مزه کارامل نمیده؟ کارامل آقا این مزه رو نداره. کارامل میدونی چه مزه‌ای داره؟ کارامل تافی. خب شما فقط تافیشو خوردی؟ یه جور اسانس داره کارامل؟ آخه اسانس نداره. یه جور- کارامل آره، یه جور مثلا که نداره. بگی قهوه مثل مزه است قهوه دیگه. شکلات کاکائو نمی‌تونی بگی یه مزه. قهوه یه جور اسانس داره. خب من اسمشو کارامل گذاشتم. حالا کارامل که نبود، ژله دیگه بود. چی بود؟ خیلی ممنون. اینا همه رنگاش از هم تفکیک شده. آره، اینا دقیقاً. شما یه کاری کرد. شما این الان شده 4 تا رنگ، ولی شما کجا فقط خریدی؟ 2 تا ژله استفاده کردید. خب 2 تا ژله با ببینید خامه خودش میاد بالا، با این سه ژله میره پایین وای میسته. اوکی. این خامه تنها نیست. شیر و خامه است. میبینید تا تو تنهایی نیست. برنامه تنها شیر نیست. بدون بچه شیر و خامه. راستش من دسرش رو دوست نداشتم. من کارامل خیلی دوست دارم، ولی خب من ژله اینا اصلا دوست ندارم. بعد اون چیزایی هم که به جای کارامل جاش گذاشته بود و اصلا طعمش رو دوست نداشتم. من رو همون تریپ قدیمی که مثلا آهنگای قدیمی میخوندی راجع به سیرابی کله پاچه اینا صحبت می‌کردی، من حد زدم حرکت دست چی غذای میگه؟ سنتی ایرانی درست میکنه. آبگوشتی مثلا این حالا بخونیم حالا حالا بریم اگه توی- ناراحت نمیشیم. اول یه چند دقیقه تمرکز بکن، آهنگت بریم انتخاب آب گرم بکن. بیاریم بعد میگردیم مسابقه. نه الان خوندنم نمیاد. همه بچه‌ها بهش گفتن بخون، خلاصه یهویی شروع کرد به خوندن و خیلی بامزه بود. همون مرا ببوس رو بخونیم آقای عباس. باز ای الهه ناز با دل من بساز کین غم جان گداز به عوض برم. مرسی. ما باید بگیم مرسی. نباید بگی که بعد خوب بود یه آهنگ خون برامون، ولی خب یه چیز دیگه گفته بود میخونم، ولی خب یه چیز دیگه خوند، ولی خب برام میخواست نمرش کم کن. خوب بود.
خیلی کم خون، خیلی کوتاه بود تا اومد شروع کنم و ما بخوایم بفهمیم چه قرار شد تموم شد. و جالبی بود که گفت آهنگ ستار رو میخونم، نشرین ستار رو بعد الهه ناز خوندی. خب الهه نازی آهنگ اینترنشنال دیگه همه خوندنش. بعد بامزه بود. با تموم شدن دسر شب میزبانی منزل عباس آقا که خیلی هم دوست داشت هرچی زودتر تموم شه پایان رسید. بد نیست ببینیم عباس آقا که قرار بود به خودش نمره بده چه نمره‌ای میداد. در مورد امتیاز به خودم میتونم 6 یا 7 بدم، ولی فکر میکنم کمترین امتیازی اگه قرار باشه بدن فکر میکنم چیز باشه به من امتیاز کم بده. اسرا از میز چیدن عباس رو که هیچ نمره‌ای بهش نمیدم به خاطر اینکه خب خوب نبود از نظر من. بعد مهمون نوازی عباس به نظر من خوب نبود. کسی نمیگه چقدر دادم چقدر ندادم، ولی این حرفه که مثلا اسرا احتمالاً کم میخواد نمره بده، چون امروز هم برخوردی میکرد همه ژل دوست داشتن، هر کی خورد ژل دوست داشت. ژل خیلی خوشمزه بود. من میگم خودم غذا رو دوست نداشتم ولی ژل خوشمزه بود. ژل نخورد اصلا تا دوربین قطع میشد میگفت خوشمزه است. ژل دوربین نمیگفت خوشمزه است. اسرا امشب من به عباس از 1 تا 10 نمره 4 رو میدم. امشب میخوام به عباس آقا شماره 7 رو بدم. بازم تو؟ من از 1 تا 10 به عباس آقا امتیاز 5 رو میدم به خاطر اینکه خیلی زحمت کشیده بود. خب من فکر میکنم از حد توانش بیشتر به خودش فشار تحمیل کرده بود. خیلی زحمت کشیده بود با اون همه مصیبت اساس کشی و با اون همه مشغله که داشت، باز تونست یه غذایی درست بکنه. مین کورسش واقعا خوشمزه بود، خیلی عالی بود و من واقعا دوست داشتم، ولی به چیزای دیگه خیلی نمره‌ای نمیتونم بدم به خاطر اینکه میز شامش اصلا خوب نبود. خوب نیست، یعنی آدم فقط برای خوردن که نمیره هیچ وقت مهمونی. اگه مثلا شادی سره کم راحت تر میگیره ولی عوضش بشاشتر بود بهتر بود. استارترش بد نبود، خوب بود، ولی من خیلی دوست داشتم و دسرش هم خب من خیلی کارامل دوست دارم و عباس گفته بود که کارامله ولی من کاراملی ندیدم. غذاهاش هم متوسط بود، خیلی پرفکت نبود. یعنی اگه 10 عالی در نظر بگیری 5 متوسط و 0 خیلی بد، به نظر من متوسط بود هر چیش. غذای عباس آقا که به نظر نگار خیلی معمولی یا متوسط بود تونست برای عباس آقا 16 امتیاز بیاره. حالا فقط هادی مونده تا در شب 4 خودشو نشون بده، شاید بتونه جلوی یک تازی و اول شدن نگار رو بگیره. در برنامه بعدی ته و تو این قضیه رو پیش هادی در میاریم. باز نشده حساس من رو حالتم پرسیدم بابا حدس بزنید. من فکر میکنم یا نگاره یا منم. شاید اسرا برنده بشه. واقعا هیچ ایده ندارم که کی امشب میخواد ببره. نمیدونم، جالبه ولی برام ببینم کی میبره.